وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکوونیک میلیتسیا رمضان رحیمزاده وابسته به حادثه روز 4 ینور سال 2023 که در طربخانه خینکال تبلیس واقع در شهر میتیشی ولایت مسکو روسیه با شهروند تاجیکستان سورایو دوسایو رخ داد، به وزیر کارهای داخلی روسیه گنرال پالیتسیا کالاکولتسف برقه ارسال نموده خواهش کرده است که جهت واقعانه بررسی نمودن حادثه مذکور و تحت نظارت قرار دادن تفتیش این قضیه مساعدت نماید. در این باره روز 10 ینور سال 2023 سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد. این نیاد خاطررسان کرده است که یک آشپز این طربخانه شهروند تاجیکستان سورایو دوسایو را بیرحمانه لطکوب نموده نسبتش زورآوری جسمانی و تحقیر و توهین را روا دیده شان و شرف او را پست کرده است و نامبرده مجبور شده است برای محافظت خود با استفاده از کارت او را به هلاکت رساند. قبلا 10 نفر از مقامات تاجیکستان خواسته بودند که سورایو دوسایو را به حمایت نگذارند و از او دفاع کنند تا به صاحب گفت‌وگو نشود. رمضان رحیمزاده نخستین مقام بلندپایه تاجیکستان است که به حمایت از حقوق این زن تاجیک صدا بلند کرد.